یه روزی خودش ته خط بود. سالها اعتیاد و فقر استخوان‌سوز. از 7 سالگی یتیم شد. 28 سال با تاریکی جنگید، اما همون تاریکی شد چراغ راهش. اکبر رجبی مشهود، مردی که از دل خاکستر بلند شد و امروز سالانه 6 میلیارد خرج جونبخشترین کارهای خیریه میکنه. مردی که 17,000 معتاد رو به زندگی برگردونده، 3 میلیون وعده غذا بین کارتون خوابها پخش میکنه و برای 88,000 کودک فقیر لوازم التحریر میخره تا هیچ رویایی پشت فقر جا نمونه. همون کسیه که 37 نفر رو از پای چوبه دار نجات داده، از جمله محمد صابری که بعد از پرداخت دیه حالا کنار ستاره هایی مثل جواد عزتی می درخشه. با دستان خودش 7 روستای تشنه در سیستان و بلوچستان را سیراب کرده و در زلزله خوی 30 میلیارد خرج کرد تا مردم سقف داشته باشن، نه قصه. اما شاید دردناکترین و قشنگترین کارش نجات حداقل 200 زن کارتون خوابه. زنهایی که مجبور بودن برای زنده موندن هر بهایی بدن تا اینکه اکبر رجبی به دادشون رسید. اگه همچین آدمهایی هنوز روی زمین زندگی میکنن، یعنی امید هنوز زنده است. به افتخار این مرد بزرگ، لایک یادت نره و پیج رو دنبال کن تا با قهرمانهای واقعی بیشتری آشنا بشی.